لعنت بر شما. بچه ها احتیاط کنه. روشنه مرد لعنتی ها. لبه سر دارم. شد فهمه. پدرت جگر را گرفته آورده است. من رفته دختر را میبیارم. احتیاط کن. کوشه. احتیاط کن. احتیاط کن. نجیب کجا شده؟ آمدیم. دکتر کجاست؟ ما دیر نکردیم؟ نه. خیریت. یکیت کمک کن. اینها ما را میکشند. دور شوید. دور شوید. شد بچه ها باز کنید. دور شوید. اصلا با تو کاردار شدن نمیخواهم. شاید جگرت را بگیرند، لیکن جگر تو 5 درهم ارزش ندارد. حتی این بیچارها قرضدار میمانند. من مردنت را میخواهم، اما برای من حالا زنده‌ات لازم است. کو تلفنت را با من ده. زودتر ده میگویم. زودتر تلفنت را با من ده میگویم. زودتر. گوش میکنم. آقای مسر، در راهنما فانوس دریایی هستیم. پیکس در دستم. اورانیم را گرفتیم. بچه ها را اینجا میفرستید. شد حاضر میبرایم. پیکس را اینجا بیارید. یگید حالت خوب است؟ شکر خوبم. تبریک میکنم. باز کاری بزرگ کرده یگید. تشکر آقا. احوال نبیرم چخیر است همشیره؟ جراحی خوب گذشت؟ چون این جراحی دشوار میگذرد. اینجا انتظار شوید. دادا اپام زنده میموند؟ خدا خواهد بچم، خدا خواهد. خدا ما رو به نامرد محتاج نمی کند. اپاد رو شفا می بخشد. سلام سردارم. نوربانو چی حال دارد؟ امید خوب شدنش را داریم. حاضر جراحی دارم. لابای. بله. راست میگویی. در حال میوییم. چی واقعا یگان خبری مهم است؟ اکه یگید پیکس را دستگیر کرده است. با مرکز میورد. خیریت. معلوم شد که آقای مسهر نقشه را دیگر کرده است. بیا رفتیم. امروز توی کلام میشود. راست. با اجازت شما سردارم. خواهش میکنم. تشکر. از دستتان آمده را کردیم. زودتر شفا یابد سردارم. تا دیدن سردارم. تا دیدن. نادرست نشنیدم آخی. یگید پیکس رو به استخبارات میبرد. افسوس که درست شنیده. نباشد من در حال باید کاری رو انجام دهم. مایلش در نوربانو پیشروی شود خبر دارد میکنم. تا دیدن. راه گردید. راه گردید. زودتر راه گرد. زود باش. ترا عمله. مرحمت جناب قماندان. مهاجران به شما امانت. کوشش کنید که یگان مشکلی نشود. این را ما خودمان میبریم. سگ بچه هایش را شما میبریم. فهم آقای گید. مرحمت جناب. شهرکی من باز کاری کرده ات را کردی. تشکر آقای مسهر. تشکر. با من چیکار دارید؟ مرا دستگیر کرده به سود میبرید؟ سبب هایش حساب ندارد، لیکن ما یک فکری خوبی دیگر داریم. دانسته های تو را دانستن میخواهیم. هیچگاه
آن چیزی که میدانم با خود با آن دنیا میبرم، لیکن از من چیزی نمیفهمید. خیر دیده عرض میکنم. این رو برید. یک دقیقه. اکنون شد میتوانید ببرید. آقای دکتر، دخترم مشکل است. جراحی تمام شد؟ شکر موفق شدید. هزاران با شکر. لیکن حالا کارمان تمام نشده است. اکنون انتظار آن میشویم که وجود نوربانو جگر را قبول کند. داروی وزنی استفاده کرده می شود. ببخشید آقای دکتر، شما خواطر نشوید. هرچی که از دستمان میآید اجرا میکنیم. آقای دکتر از شما منت داریم. با من نیم. با نجیب سردار تشکر کنم که جگر را در وقت شود. دخترم خدا خواهد شفا میاد. دادت و دادرت هم روی تو فهمیدی. هر چه زودتر با پخیز. خوب دخترم. یک دقیقه. خواهش میکنم در آمدن من است. من پدرش. من دادرش هستم. بین هم بیمار بیهوش است. التماس خواهش میکنم. همشیره خانم یک دقیقه بینم. التماس. نباشد تنها پدرش. آخر من حق نگاه بین دارم، پدرش ندارم. جناب اینجا طال رسود نیست. آخر تنها پدرش میتواند ببیند. التماس برایید. مرحمت پدرش بوده است. چرا من در آمده نتوانم و نجیب میتواند؟ سینان جان آرام باش. همشیره که تو را نشناخت بیعقلی میکند. نباشد نجیب هم برایت. بابا همشیره رو نشنیدی مگر؟ نمیشنوم بچم نمیشنوم. با فایده اش نباشد نمیشنوم. گوش کن. مرا یگان چی گفتنی هستی ها؟ آخر گفتم نشنیدی مگر؟ عیب است عیب. جنابان اینجا بیمارخانه است نه چایخانه. جناب با دقت. از این پس مرا فیورر میگویی. امروز زهر روح و شعور تبادلگر چرخ زده ایستادم. به شما خیلی زیبیده است. meine Freundin ich bin Führer. چی خیلی ساده است. خیلی عالی جناب. در اصل فرقی ندارید. خب اکنون با مویلب میگذاریم. مرحمت سردارم. شد کنی یک گذارم. سوختیم محو شدیم. Was ist los؟ تو چی بیهودگویی داری؟ اینجا چی مسخره بازی؟ گوش کن آرزو. فراموش مکن که در مقابلت کی ایستاده است. با من درست گپ زن. تو اینجا صحنه بازی داری اما یگید پیکاس را دستگیر کرده است. چی؟ با مرکز استخبارات میبرد خبر داری؟ چی؟ بلا سند مطمئن هستی؟ البته مطمئنم. کاری باید کنیم در حال.
به منزل خودت خوش آمدی پیکاس. جای پنهان شویتان همین لانه بوده است. جای پنهان شوی نه پیکاس، اینجا لانه شیر است. دانستمان پیکاس، لانه شیر است. چرا مرا به اینجا آوردید؟ باید که مرا به سود دید همین خیل نه؟ نه، اکنون ما هم اصولهای خود را داریم. کار سود خیلی دراز میکشد، وقتی زیاد را میگیرد. ما هم مثل شما سرعت کار را میتیزانیم، دارو میدهیم. بعد پرسش میکنیم تو کار با دارو را خوب میدانی؟ بعد یک سوزن زنی مثل بلبل و خواندن در آمده از ایام کودکی هایت نقل را سر میکنی، حتی خواهی بالای ابر به پرواز میبرایی. با میزبان هم چنین رفتار کردید؟ بله. فکر کرد که خانهش دوست در آمده است، اما اینجا بوده است. بله، آن کارهایی که خودت نقض میدانی ما آن را از تو آموختیم. گوش کن شیر بچه، من در چنین کار طاقت میکنم. سوزن برای من هیچ است، کار نمی کند. سنجش رایگان است، می سنجیم و می بینیم. دارو تیار است. شد میتوانی برای من خودم با خوشی حل میکنم. پیکاس اکنون بلبل بر این میخواند. کنی بینیم در حافظه‌اش چی ها باشد. کی هست؟ خندیدن گیر. نو انا اما که سوزنزن هم آمد. نترس، یگان دردی حس نمی کنی. بهترش گودک خوب شو، سوزن نزده خودت به گپ درو. میلش اگر نگویی پس بخشی سوزنزنی را سر میکنیم. شیر بچه هم بیهوده وقتت را صرف میکنی، از من چیزی نمیفهمی. گوش میکنم. گوش کن مطوس، مرا خوب گوش کن. گفتنی هایم خیلی مهم است. دخترم، میدونی که مرا چقدر ترسوندی؟ چرا چنین شد دخترم؟ نسبت تو چی بدی کردم؟ حتی آوازم رو به سوی تو بلند نمی کردم. تو را از جانم زیادتر دوست می دارم. التماس مرا گوش کن، باز همراهی ما باش. یک جای زندگی کنیم و مثل روزهایی که با مادرت بودیم. خانه گرمی داشتیم. چی میخوایی؟ روی راست بگو. من قربان تمام گفته هایت می شوم دختر جانم. دادهت غلامت می شود، باورم بکن. الپرین جسور باش. مایلش الپرین خیلی خوب هستی؟ خوبم. خواطر ما باش، اپت خوب می شود. انشالله. آقای داستان خوش آمدید. خدا شفا دید نجیب سردار. ممکن است 2 دقیقه گپ زنیم؟ عاجل نمی بود، ناراحت نمی کردم. که نگوید آقای داستان. این پول رو گیر، از دکان یگان چیز بگیر. مایلش دادا. مرحمت، شما رو گوش میکنم آقای داستان. فکر میکردم که در برابر نوشتن عیب نامه ارکن کاندو مرگ خود را نیز نوشته ایستاده. حاضر دهان پرونده ای را باز میکنم که مغز اساسی گروه ارکن کاندو روبرویم میشود و دعوا میکنم. چه پرونده بوده است؟ نام پرونده لایه شبکه بحر.
ولی آقای دادستان روزها آخر به گوش من هم رسیده بود. به فکرم اولین مراتب سردار استخبارات مخصوص آقای مظهر در کرد. بله همین خیل. البته که فهمیدن چنین گروه مخصوصی کسبی که در واحدهای استخباراتی و مخصوص آدمهای خود را وارد کردن تنها کار آقای مظهر است. درست کردید. خود لایحه شبکه بحث چه معنی دارد؟ نجیب سردار، برای مفصل بگویم. کودکان وطن دوستاری کشور را انتخاب میکنیم. وقتی که این کودکان در مکتب‌های میانه میخوانند، آنها را زیر ایدئولوژی و لایحه وطن دوستدارانی اساسی جمع میکنند و روزی بر مقابل دولت استفاده میکنند. از این قدر سین و سال مایده سر کرده؟ بله. روس‌ها بعد از جنگ دوم جهان چنین لایحه را در دانشگاه‌های انگلیس استفاده کردند و جوانان انگلیس را به خود جلب کردند و تا به قلب استخبارات انگلیس رسیدند. این آدم نجیب سردار راهبری استخبارات انگلیس بود. ادعای آن را میکرد که از همه زیاد وطن دوستار انگلیس است، اما جاسوسی بود که سرهای مخفی ترین را بر روس‌ها میفروخت. یا خدایا، به سردار استخبارات انگلیس رسیدند. استفاده لایحه شبکه در کشور باز هم پرزور و چکور است. کودکان را از مکتب میانه به خود جلب میکنند. یک عسکر را فکر کنید، او را چنان درس میدهند که همه قماندان ها و سیاستمداران راهبری کننده خائن و فروخته شدن میباشند. این عسکر به سویه بلند میرسد و با آدمان خود درد نجات کشور را فکر میکند. وهمش این است. فکر نجات کشور میکنی اما تیشه میزنی، همه را خائن میبینی. این آدمو کی هایند؟ در کجایند؟ چه میابید؟ مطمئنم که لایحه شبکه بحر در هر واحدی کشور با نامهای گوناگون فعالیت میبرد و میدانم که آدمهای آنها در مکانهای مخفی و حتی مخفی ترین جا گرفتند. پس کار از کجا سر میکنیم؟ میدانید از چی سر میکنیم؟ از عزیز خانم سر میکنیم. از پشت ماشینی سیاه دیدند. کنی رفته بینید کی است. شاید اینجا رو نظارت دارند. لیکن ما اینجا رو ترک کردن نمیتوانیم. مایلش آقای مظهر رو چنین میگویم. آقای مظهر؟ مگر او گفت؟ بله. کنی زود برای دو ببینید. فهمم. این آدم ها در همه جا نجس هستند. در استخبارات، دادگاه ها، امنیت، سودها، وسایل اخبار عامه، در همه جا، در بین ما باید کاری کرد که از این بلا رها شویم. کو خلاصت را برار پیکس، وگرنه امک سوزن زن مجبور می شود که سوزن خلاند. یکی دارو را گذراند. نه، حالا نه. حرامزاده، امکان که هست چرا به سرش نمیپرونید؟ در جای گورش میکنیم که کسی خبر نمییابد. اوهو، تو هم مثل یکی اگه سر نکنه که جان مجبوری به سخن میدروره. گپ زنید چی میشود؟ گویا که یگان چیزی میگوید که ما نمیدانیم. معلومات میگیریم اخیر، کاری ما معلومات گرفتن است، دیگرش کاری تحلیلگران. بعداً آزادش میکنیم، کارشان را دوام میدهند. ای خدا، در یک لحظه به تو چی شده که؟ در جای ایستادم. این آدم صدها جان بیگناهان را گرفته است، وطن را فروخته است. بس نبود قریب جان من را گیرد. خیری این آدم باید که بمیرد، فهمیدی؟ باید بمیرد. اکا من نفهمیدم که تو مسئله رو با کجا پیوستی. میدونم حق هستی اما آرام شو. گوش کن، کمی آرام شو. بیا یک هوای تازه گیریم. میدونم تو راست میگویی. نوبتدارانی نزدی در کجایند؟ سردارم وطاز روانشان کرد. در بیرون ماشینی شبهناک بوده است. مگر یگان نفری دیگری نیفت که روان کند؟ چرا پاسبانانی نزدی در را روان کرد؟ شما همیخیل نخواستید. خودش همیخیل سخنها را گفت. نه، من چیزی نگفتم.
یا الله، اینها در اتاق بازپرسی اند؟ بله سردارم. فهما. ака биё асаби ту вайрон шудааст. биё ту маро гӯш кун. баромада ҳавои тоза. хайри сар деҳ маро. ин қадар гап назан. ман ҳамаи корҳои кардаашро як ба як мепурсам. ака бародар, ҳама аз пайи девона, мо аз пайи ҳушёр. ин ҳам девона шуд. баъди ин дору худат аз ман хубтар медонӣ ки ҳатто қаҳрамони дӯстдоштаи филми тасвирии давраи кӯдакиятро ҳам ба ёд меорам. бифармоед. ака маро гӯш кун ака. ака чӣ шуд? худаш чӣ гап? йигит ман ин нохалафро мекушам. корамон тамом шавад мебинем. ҳозир берун баро. ба ту мегӯям ки ин нохалафро мекушам. он чӣ ки ба ман ва ба миллат кардааст бояд ҷавоб диҳад. ака ин корро накун. аз барои худо девона нашав. хайри ва тозро аз инҷо баро. ба фикрам асабаш хароб шудааст. барор. не хайри, наздик нашав. ба тоз ором бош. биақлӣ накун. роҳ гард, меравем. ба куҷо меравед? як онҷо намеравед. ин одам аз ман аст, кордор нашав. тоз ғазабамро набиёр. гӯш кун, бас аст бозӣ. йигит ин бозӣ нест. ман имкон намедиҳам ки озодаш кунанд. маро маҷбур накун. ғазабамро набиёр. ба тоз маро ба куштор маҷбур накун. чӣ коре мекунӣ бикун, фарқе надорад. ин одам мемирад. ватос, пикасро сардӣ. ин кори кардаад низ байни худамон. оғои мазҳар, сар намедиҳам, бас аст. ҳамаи корҳои баде ки кардааст сабри маро лабрез кардааст. дуньёро аз ин ифлосӣ тоза мекунам. бо оташ бозӣ дорӣ. касе аз дастам инро гирифта наметавонад. шунидед, ҳеҷ кас. оғои мазҳар! оғои мазҳар! оғои мазҳар! гӯш мекунам. ватос вақти амал карданад омад. ҳатман пикасро аз онҷо барор. ончиро ки пикас медонад набояд мазҳар ва одамонаш донанд. гӯш кунед, дар ин сурат ман ошкор мешавам, мефаҳмед? пикас барои мо аз ошкор шудани ту ҳам қимматтар аст. ҷонатро деҳ, аммо пикасро ба онҳо надеҳ. итоат. ҳозир кори лозимаро анҷом медиҳам. ака ту чӣ кор кардӣ? Чӣ кор кардӣ? оғои мазҳарро парондӣ. ту девона шудӣ. дур шавед. набошад шуморо мепаронам. оғои мазҳар! оғои мазҳар! оғои мазҳар! оғои мазҳар! ман аз дунболи ватоз меравам. ту оғои мазҳарро нигоҳ кун. оғои духтур! оғои духтур, маро мешунавӣ? оғои мазҳар, илтимос, оғои мазҳар тоқат кунед. намиред, илтимос. оғои духтур! чӣ шуд? оғои мазҳар, намиред. аҳволаш чӣ хел аст? намедонам. тир ба қафаси синааш расидааст. иншоаллоҳ ба қалбаш зарар надодааст. биё зудтар бош. чӣ коре ки мекунӣ, лекин наҷоташ де. зуд ба ренгин баред. худоё кӯмакамон кун. силоҳро гир мепаронӣ. ту чӣ кор мекунӣ? ҳозир вақти шаҳрдиҳӣ нест. силоҳро гир, йигитро парон. вагарна ҳардуямон мемирем. гӯш кун, бо ман бозӣ карда истодаӣ. силоҳро мегирам ва барои наҷотат сухане бигӯ ки напаронам. маро барони бузург фиристод. барони бузург? туро аз куҷо мешиносӣ? инҷо истода суҳбат карданро интихоб мекунӣ ва ё аз йигит наҷот ёфтанро. силоҳро гир. фикас аз дасти ватоз наҷот ёфт магар? не, ватоз мошин меронад. инҷо ба фикрам зери коса нимкосае ҳаст.
از یکی خلاص شدیم. چیکار میکنیم؟ نزد باران بزرگ میرویم. ما را انتظار است. مادامی که با مسار یگید بازی کردن، پس تو آدم عادی نیستیم. تو بر اینها را دوست میدارم. با دقت باش. با این طرف. خیر، این را بینیده دستی به دست می روند، لیکن از دستی من رهایی نمی یابید. بی شرفا. بچه ها اگر شما درس ها رو خوب تیار کنید امتحان هم آسان می شود. اما همون موضوعی که دادم همون برو خوب تیار کنید در امتحان می آیم. بچه ها آهسته آهسته یک تا سوار شوید. آهسته. با این طرف. جناب شما کنی سوار شوید میره. سردید آخه چیکار کرده سردید کنی کم شو. سردید ببینید در اتوبوس کودکان نشستند. اگر خواهید که با کودکان چیزی نشود پس دهانت رو نگه دار. شنیدی؟ کم نزن سوار شو. ایستید هر دویتان. به کسی اطلاف سلاحت را پرتا. سلاحت را پرتا وگرنه مینه سرین زن را به هوا میبرارم. کس این کارت نامردی است. زن را سرده. در آنجا کودکان هستند نمیبینی مگر؟ نمیبینم. لیکن غمشان را تو میخوری. میدونی که برای من فرقی ندارد. سلاحت را پرتا. مایلش میپرتایم. زن و کودکان را سرده. بعد به کدام گویی که خواهی رفتن گیر. مایلش. اینقدر نردل نشو وگرنه این آدم را پاره میکنم. بیا رفتید زود باشید. اکنون فرصت از ماست. کمی صبر کن. همه ما را گوش کنید. اگر خاموش استید ممکن از اینجا صحت سلامت برایت وگرنه بشک چشم یگان تحتان نگاه نمیکنم. کودک مودک نمیگویم. فهمیدید؟ معلمه با فکر مرا نفهمیدن. باز شما تکرار کنید. بچه ها خاموش شوید. خواهش میکنم خاموش شوید. نترسید همش نقص میشود. بچه ها نترسید. بذارید بچه های خود شینید. حالا هم از پیکاس خبری نیست؟ خبری نیست. اونها رو به کجا برده باشن؟ کی میداند به کجا در آوردن؟ باید کاری کنیم. پیکاس رو با اونها نمیدهیم. چیکار کنیم؟ حاضر به جز انتظاری کشیدن دیگر چاره نیست. گوش کنید. باز شما کی هستید؟ چیکار میکنید؟ کی مثل خانه بی دروازه در آمده ایستاده؟ با ما میرویم. با شما به کجا میرفتیم؟ شما خودتان کی هستید که با ما فرمون میدهید؟ سوال نده. با ما میرویم. بره درا. سردیت مرا چیکار میکنید؟ شما میدونید من کیستم؟ مرا با دقت گوش کنید. من از خدمات مخصوص یک اتوبوسی که طلبه ها را میکشاند را برده شد. از لیبادیه به طرف جملیجه میرود. رقم ماشین 34 ون ملاتیا فتسه 87. زود ماشین را یابید. تعقیب کنید. سلاحت را پرتا میگویم. ایستید جنابان آرام باشید. خدمات مخصوص فاتح مرداغلو. ببخشید جناب. یگان خواهش دارید؟ اتوبوس مکتبی را با طلبه ها گروگان گرفتن. آن را باید زود یابیم. به همه خبر دهید. رقم ماشین 34 ون ملاتیا فتسه 87. در حال دیده میبرایم. شد فهمم. سرده میگویم. سردید گوش کنید. اینجا دولتی حقوقی است. من هم ادوکات هستم. چنین رفتار کرده نمیتوانم. آرزو جانم فکر میکنم که جنابان این رو نمیپسند. میگویم که بهترش آواز نبراریم. بیا گوش کن مرا. تقلید کاری گیتلر. از این خلی ایستادن چاره بجو. سرده مرا. محترمتون با ماشین سوار شده. مایلش. تو ایست. با دیگر ماشین میشینی. چرا من با اونها نمیروم؟ برای هم که تو دیگری. برای همین با دیگر ماشین گذار. زودتر.
آنها رفتند. ما چرا انتظاریم؟ چی شد؟ خیری؟ یگان کاری شد؟ آقای مسر رو پروندن که میپیر. تو چیا میگویی؟ در اینجا حادثه عجیبه شد. خدایا چی حادثه عجیبه؟ سردارم واتاز دیوانه شد. بر سر پیکاس سلاح ماند. دعوا دارد که این آدم رو میکشم. مگر قصدی شخصی دارد؟ شاید چنین باشد، اما من نفهمیدم. متاسفانه چنین نیست. یگه چی شد؟ همه آموخته شده است. افسوس که مسئله های خصومتی همش فریب بوده است. افسوس که واتاز ما را بازی دارند. خیلی نفهمیدم. همراه پیکاس از دست من رها شدند. برای مرا پراندن حتی با دست پیکاس سلاح داد. نخود. باز چی گپ های دیگر؟ اگه یگید مانند این سخنها را مسخره داریده؟ خیری چگونه مسخره؟ دیگر کار ندارم که مسخره بکنم. دیدم را با تو میگویم. واتاز یکی از خائنان بوده است. شرمنده. افسوس که ما در غفلت ماندیم. اما پیکاس او را قریب بود که میکشت. شاید پیکاس در یک ساختار کار کردنش را نمیدانست. آخرین چیکار میشود آقای دادستان؟ لایحه شبکه بحر. یعنی لایحه شبکه بحری در این ساختار هزارها نفر هستند و مثل ماهیایی که به تور افتادند، جان دارند اما اختیاری حرکت کردن ندارند. همه‌شون برای یک ساختارند اما یک دیگرشان را نمیدانند. همه‌اش به کار خود آواره. وقتش که آید با یک خبر و یا از یک حجره گرفته به طرف هدف حواله میکنند. اکنون فهمیدی؟ فهمم. یعنی واتاز از اول برای آنها کار میکرده است، اما این را از ما پنهان میداشت. وای این آدم مثل مار بوده است. حلالش بودو. والله به این حادثه قائل شدم. هممون رو فریب کرد. برادر، ما عذاب کوتاه عقلی خود را میکشیم. راست میگویی. لیکن یک قضیه خطرناک دیگر هم هست. چی است یگید؟ لیلا. آخر لیلا هم آشکار میشود. بلا زند. همینش نمیرسید اکا. ما درحال باید به لیلا خبر دهیم. تلفن. لبی. اکا یگید ماشین را یافتیم. از پیکاس و واتاز نشانی نیست. کودک‌ها چه؟ همه‌شان خوبند. به خانه‌هایشان میرسانیم. خوب، فهمم. شما جستجو را دوام دهید. فهمیدید؟ اطاعت سردار. سر لیلای شما در بالا است. بله سردارم، متاسفانه. سردارم انتظار باشیم. تا حال با کجا رفتنمان را نگفتند. با ماشینی در پیش ایستاده یک جا نمی رویم. نه. جواب نمیدهد. یا اینکه نمیتواند. اگه خبر نویس. می نویسم خیری. می نویسم روان میکنم. مایلش. لابای. فهمو. لیلا تو رو فوش کردم. زودتر از آنجا گریز. فهمو سردارم. بیا رفتیم. مکان معلوم شد؟ کمی هوای تازه گیریم. جگرهایمون کشوده میگردد. فهمو برادر. گریخته ایستاده است. دستگیر کن. چی کار میکنی؟ زندهش با ما لازم است، نه اینکه مرده. خدایا، به خبرنامه هم جواب ننوشت. الها سرش در امان باشد. سرش در امان می بود، به نامه جواب میداد. فال بینی را یک طرف مان. آماده باش خیری، ناگه آمدنش ممکن. ای خدا. چی خبر دکتر؟ حال آقای مسر چه است؟ تحت نظارت جدی است. احوالش خیلی بد است. همینش نمیرسید. نمیدانم چیکار کنیم. آقای یگید، اگر از نزدیکانش کسی باشد باید خبر دهید. احوالش تا همین اندازه وزنین. واقعا راست میگویی. تا جایی که من میدونم همسرش در حیات نیست. به فکرم یک دختر دارد. در افغانستان زندگی میکند. در افغانستان؟ چیکار میکند اونجا؟ چندان نمیدانم. عضو کدام یک تشکیلات خیری است. به ضرردیدگان جنگ کمک میکند. همینقدر میدانم که با آقای مسحر مناسبتی خوب ندارد. البته این برای ما چندان مهم نیست. تو با آقای مسحر باش.
دکتر ما میتوانیم یکان خدمتی کنیم؟ تشکر. ما به این هم از دستمان اومده را کرده ایستاده ایم. اگر اجازت باشد آقای مسحر را ببینیم. مرحمت. مرحمت. من از آن خائنان رذیل حتما قصاص میگیرم آقای مسحر. قسم میخورم که از وطاس و پیکاس قصاصتان را میستانم. هر کاری که میکنی در چارچوبه قانون بکن، وگرنه یگید هر دو دستم در گریبانند. مرد است مثل کوه. قوه انسان چنین احوال را برداشت نمیکند. از تگ زمین هم باشد آن پلیدان را کافته مییابم. واقعی مخصوص باشد من روم. سبب در چیست؟ بران آن که امتیاز کلان دارد. در نرد با امتیاز غالب نمی برایی، با عقل برد میکنی. سردارم مهمان ها می آیند، اینجا بیارمشان. چی ایستاده ای؟ در حال بیار. اطاعت سردارم. واقعی مخصوص باشد من روم. حاجتی رفتن نیست. فداکاریت بی مکافات نمیماند. همیشه به فرمانتان حاضرم سردارم پیکاس. دوستم فکری آن را دارد که نرد با امتیاز برد می‌یابد. تو چی میگویی پیکاس؟ امتیاز عامل مهم است، اما تنها بودنش بسنده نیست. پس با غیر امتیاز مهمتر چیست؟ با عقلانه فکر کرده رفتار استراتژی میباید. وگرنه چی میشود؟ از بازی بیرون میشوی. مثل آنه که اگر من نباشم تو بیرون از بازی میمانی. چی گفتنی بودید؟ میخوام که شرح دهید. گفتنی است که امتیازی تو من هستم. تنها پیکاس امتیاز دار نیست، در اصل ما امتیاز داریم. چه معنا دارد؟ دوستی من امتیازی ما است، این طرف ما بودن است. پیکاس تا امروز برای لایحه ما همه عملهایی که اجرا کرده است شهادت از آن میدهد که همیشه با ماست. راهبری کلان از بازی بیرون شدن پیکاس را نخواست و ما سپارش داد که چیکی نباشد پیکاس را باز به میدان درآوریم. ما هم از همه آدم بهترین خود را برای این کار افشا کردیم. میدانی که برای چی این را خواست؟ تعریف کنی را دوست نمیدارم. شما میگفتید خوب میشد. زیرا پیکاس تو نامزدی سروزیر ما هستی. سروزیر؟ بله، تیر ماه سال 2011 سروزیر نوی این کشور تو میشوی. بله پیکاس، تو نامزدی سروزیر ما هستی. کلی زودتر فرا. چرا مرا چه نمیکنی؟ تو خودت میدانی من کی هستم؟ با یک اشارتم همتان را به اتاق گاز روان میکنم. به من دست نرسونید، به من نرسید. ما رو به کجا میبرید؟ حالا هم نمیگویید؟ خانم از اینجا گذارید، گم نزنید. کمتر پس میفهمید که شما را به کجا آوردیم. میرویم. مرحمت. چنان حیران شدم که چی گفتنم را نمیدانم. میدانی که اعتراض نمیخواهم. نمیدانم که این یک بار از کجا پیدا شد. اعتراض نمیخواهم. در این کشور از تو سروزیر خوبتر یافت نمیشود. حتی تو این را با صداقت حق کرده ای، گرچند که در بعضی از عملیات‌هایت موفق نبودی. شد
خبر خوش را به گروه تو هم رسانیم. در حال مجلس تشکیل میکنم. آن مجلس آماده شده است. همه این نفران در همین جایند. پیکا سردارم. سلام. سلام. کایامینیک. پیکا سردارم. این شما زنده هستید؟ راستی که از شما خواطر شدم. پیکاس دیگر درد رو نبینی. محترم پیکاس خیلی شاد شدم که شما را خوب میبینم. تشکر. حاضر خبری میشنوید که از این زیادتر شاد میگردید. سردارم این آدم کیست؟ ای فاشیست، اگر مرا فریب نکرده باشی همش را میگویم. خیلی شوخی بازید. تو با این لباست مرا شوخی نکرده باشی؟ من شوخی نمیکنم. گپ شود گفته سخن میکنم. من آدم جدیم. این خیلی پوشیده جدی بودنی خود را فکر میکنی؟ جناب اگر من کاری کنم آن کار پوچ نیست. حسی گنتیکی تبادلاییم به من میگوید که در این کشور وقتی ضربه زدن است. همه این آدم ها را در اتاقی گاز باید قتل کرد. برای روحیه را از دست ندادن و بعد قهر نمودار شدنم چنین لباس ببر کردم. جناب چنین ببینید که این لباس پوشی هم برای مسخره کردن نیست. از شناسایی شدم. من بران بزرگ. بخشش سردارم. سردار جانم بخشش. نمیدونستم. ببخشید نشناختم. نام تو رو بسیار شنیدم. نصیب شناس شدن امروز بوده است. سردارم چنین سورپریز مرا در حیرت میگذارد. سردارم اکای گیز اکا از لیلا خبری تاجیلی اومد. چی خیل خبر؟ حاضر شما را در همون جایی که همیشه و میخورید انتظار است. خیلی من میروم. در احوال آقای مسر یگان تغییراتی شود با من خبر دهید. خواطر ما باش. سردارم من باید روم. مالا شگید. خیر اینجا را با شما میگذارم. سلامت باشید. راه سفید به تو. شما در گذشته و آینده این کشور بران بزرگید. این کشور بسیار بران هم دیده باشد، اما بران مثل برانه که قایم استادگری کرد و عملهایش را نشان داد انگوش شمارید. با سر کردی ها؟ این خیلی نگوید سردارم. چقدر تعریف کنم هم کم است. این کار عقل میخواهد. عقل قوت میخواهد. قلب میخواهد. همین خیلی نه سردارم. بله کایامینیک. در یک شب وکیل رو به دیگر جا گذرانیدن و حکومت رو پس کردن به کدام پول است؟ رسمی نفری رو در میز قماربازی میابی، ثبت دیگری رو در حمام میابی، نفر دیگری رو به رذیلی فرزندش تهدید میکنی، نفری رو با دخترش تهدید میکنی. همه اینها رو من کرده باشم از من خوبتر به یاد داری. چی خیل فراموش کنم سردارم؟ چی خیل؟ شما که سالها ما رو با مبلغ‌های تامین کردید که حالا هم از مانده‌های آن استفاده برده ایستاده. از لایحه‌ها، ساختمان‌ها و از دزدی بانک‌ها. ببخشید لغزشی زبان شد. استفاده نازکانه کرده برای همه عملیات‌ها دستگیری نمودید. بس است اکنون بس. بس نیست سردارم. من نو سر کردم. بس نیست. شما که بران بزرگ دوستان اجنبی را چگونه بران خرد بودن را آموزاندید. سردارم شما بودا کنفوچیس یا دلای لاما هستید مگر؟ چنان حس دارم که میخوام سجدت کنم بران جان بزرگم. در این شرایط وزنینمان به میدان برآمدنتان و سری وظیفه شدنتان به ما قوه بزرگ بخشید. من چون بنده اتون خودم را چون طفل نوزاد حس کرده ایستادم. بران جان همه ما از خاطر شما دوباره زنده میشویم. سردارم از شما همان روح و جسارت را میبینم. التماس رادولف، از شما راستی گپ میترسم. این تعریف ها را به من نه، به سروزیر آینده تان پیکاس بگو. پیکاس سروزیر می شود؟
کجا بود سبیل ماند؟ ها، انا یافتم. حاضر به ما اجازه ده، ما را تنها گذار. خودتان شنیدید انجمن بین المللی قرار داده است که پیکاس سروزیر تعیین شود. اکنون برای انتخاب پیکاس در ماه ایون سال 2011 چی کارها را باید انجام دهیم؟ پس از خوش کردن بحر بعد این دهشت فکری دیگر دارم. کار دنیا را ببینم. حاضر اینها را برای خود بدتر در حیات بار دیگر عملی میگردانم. چی بودند این نقشه ها؟ برای نیست کردن حکومت و پراکنده کردن حزب، آتش بسته که در ما همت کردند، با عملیات های جنگی ما خودمون آن را به میدان خونین البته تبدیل میگردانیم. همین خیل میان ملتگرایی ترک و کرد را فتنه میبرداریم. در هر دو منطقه غضب ملتگرایی را بیدار میکنیم. این کار در انتخابات آن آوازهایی که جبهه ملتگرایی از دست داده بود صاحب میگردد. لیکن این کار برای اقتدار را نیست کردن کفایه نمیکند. به شبه طرف دارم. چه خیل خنده های زیبا میکنید، قربانش شوم. معلوم شد که در زیر این ظاهر فاشیستیت یک شخص دلخوشی خوابیده است، فیورر. من در نقاب همه گونه تبادلاتگاه میدرایم، در همه گونه شرایط مطابق میشوم. حاضر شما مرا فیورر گفتید، این ایما را گرفتم. سردارم، من از چشمان شما فهمیدم که از کلاه هم زرگوش برآوردن میخواهید. اگر وقت شاید یگان شبه ندارم که در زیر آن کلاه زرگوش های رنگین آماده نباشد من هم زرگوشی خودم را به شما بیان میکنم. برای اقتدار را سرنگون کردن راه خوبی این کار از حجت های خوب یافتن وابسته است. من برای سربازی شدن پیکاس کارهای حجت گذاری را میبینم. برای سربازی و وزیرها به قدر لازم معلومات آماده میکنم. شما این را چطور میکنید؟ مثل ویکیلیکس میکنم. در جایهای مهمی کلیدی نفرانی دارم که به میسیون هاست اما عقلشون هم نمیگیرند. مثل وتازی دادرم، مثل این یک ارتش مخفی مخبران را دارم که ریشه آن به سالهای دراز پیوسته است. یعنی گفتنی هستید که در همه جا مخبر داره؟ برای مثال یک چند نفره را که از اتاق سروزیر فهمیدند یک دو نمونه برایتان بگویم. هیچ نمیفهمم که چرا اینها در قهوه‌خانه یا طربخانه وا نمیخورند و محض اینجا را انتخاب کردند. در کجا باشد این دختر؟ لیلا! 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 گفتنی هستید که در اتاق مخفی سروزیر چی که هست در دست داره؟ گفتم که فعالیت من چنین است. همه امتیازهایی که به دستم آمده است استفاده کردم. نفران دارید که در وقتی که خواهید آید به سروزیر معلومات پیشکش میکنن؟ هر موضعی که خواهم. پس معلومات دقیق است؟ شرط است که معلومات ها دقیق باشند. مهم از کجا برآمدن آن است. همه گونه معلوماتی که از اتاق کیهانی می آید حقیقت حساب می آورد. راست چه حاجت است سردارم؟ یک مهر، یک امضا بعد به اتاق ماده در یک لحظه به تمام جهان پهن کنم. حتی آن چی که انسان خودش بافته است باور میکنه. آفرین. در این سن و سال و با چون فهمیش خواهید من خدمت میکنم. لای پرتوی زشمانت در سال 2011 به دقیقی تمام می شود. ما هم در این وقت بیکار نیستادیم آقای بران. همراه عزیز خانم در فعالیت لایحه شبکه بحر بوده.
لیکن آنها هم قرار نایستادند. در میان ما لیلا نام مخبر را وارد کردند. از هر قدم مانده امان با خبرند. ما لیلا را از اولی کار میدانستیم. چگل میدانستید؟ با دستگیری و تاز پروفسوری که به شما شخصیت لیلا را گفت خبری و تاز بود. برای چی آگاه نکردید؟ برای آنکه آن لایحه برای انجمن بین المللی مهم نبود. تنها خواستیم بدانیم که چیها کرده میتوانید. اینها همه پس سر شدند. واضح‌های در پیش ایستاده را میبینیم. شما سال 2012 را ببینید بس است. کو بگو پیکاس خودت را همچون سروزیر تصور کردی؟ البته میبینم. در این وظیفه از من دیده ارزنده تر نیست. شما این آدم را چون سروزیر دیده میتوانید؟ با تمام ممنونیت. به شبه طرف دارم. من هم از شما یک چیز پرسم. من سروزیر میشوم. بله سروزیر. پس شما رئیس جمهور میشوید؟ میبینیم آنهایی را که پیش راه هم را میگیرند نابود میکنم. البته میشوم. در جلسه که این واقع کرده بودیم خرسی کلان و نماینده های برادران هم بودند. دائما تنها معلومات ها میدادند. این حالت جدیت کارت را نشان میدهد. مثال چی بوده است؟ در اول خیلی سرزنش کردند، بعدا خیلی نصیحت و بعد از قهرمانان دیگر کشورها مثال ها آوردند. همین خیلی حاصل برنامه 6 ماهه کشیده شد. هدف اساسی و حیات انتخابات ماه ایون. لیلا، خدایا خداوندا، این دختر چرا ما را گوش نمی کند؟ ایست لیلا، ایست، مرا انتظار شو. تو چی با من بازی میکنی؟ همین طور لیلا. لیلا کیها باز ندیدیم، خیلی دیگر شده ای لیلا. حتی میلب هم مانده ای. لیکن میلب به تو نزیبیده است. تو در نظر من مسخره باز میکنی. احساسی حزن و شوخیت بد نیست. شما کیستید احمقها؟ کیستید؟ یگید ایست. اگر مردن لیلا را نخواهی سلاحت را پرتاب. اگر جانتان عزیز باشد به دختر دست نرسانید. تو وقتی تهدید کردن نداری، تو گفته های مرا اجرا کن، وگرنه دختر میمیرد. مایلش بیارید این را. اپا التماس چشمونت رو کشو. گپ زن اپا، چی که خواهی بگو. دادا با خود آمد استاد است. چیزی گفتنی است. اپا زود رفت. دکتر را جغزن. مایدش دخترم، جانم، چی گفتنی هستی؟ بگو. دخترم، نمیفهمم چی میگویی. دادا دخترم، نمیفهمم چی میگویی. بله دخترم، بگو. چیزی میخوایی برایت مهیا میکنم. دادا 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 گفته استادایی؟ دخترم، سلطانم، نوربانویم. دخترم چرا چونی شد؟ دادتم اینجا نزد توست. جناب خواهش میکنم یک طرف استید. من دختری تو میباشم. اگر مرا شنوی سرت رو جنبان.
حاضر با تو دو سوال آسان میدیم. نامت نوربانو است. سرت را جنبانده جواب داده میتوانی. دانشجوی دانشگاهی دختری نجیب سرداری؟ همین خیلی؟ دیگر درد رو نبینید. شکر دخترت خیلی خوب است. اکنون مانه دخترت استراحت کن. تشکر دکتر. دادا تلفنتو صدا میدهد. گوش میکنم آقای داستان. بخیر است نجیب سردار. آوازت خیلی خوب می آید. شکر خدا. شکر خدا که نوربانو به خود آمده است. خرسند شدم. الله شفای عاجل دهد. سلامت باشید. شما چه گفتن میخواستید؟ به کافتکاف اجازت گرفتم. گروه آماده. فهما. در نزد دفتر عزیز با میخوریم. دخترم نو چشمانش را گشود. کمی صحبت میکنم و میآیم. مایل است نجیب سردار. بچه ها بیایید. در دفتر عزیز خانم وظیفه وزنی ما را انتظار است. خب شد سردار. آرزو جان، روی خط جبر دیده ها را بار دیگر از نظر گذرانیم. چه خیلی که خواهید. به این هم پرونده را آوردم. مرحمت. میلش، من نقطه ها را برایت خوانم. او کش کسب در تلفنش رسم قعبه دارد. کتاب دعاها میگرداند. نقاب خوب به دست آورده است. 3 نفر را جلب کرده است. تابستان باید هدیه داده شود. ایرهن و کرجه، این اسکرهای ساکت و آروم و پنهانند. با دخترها شناس کرده می شوند. حالا زیر نظارت قرار دارند. اگر خوب نظارت کرده شوند در نقشه های ما کار می آیند. آلجایتا بلود. آیندهش درخشان است. بورسیش 2 برابر زیاد کرده شود. اکتای بیرکتر عصبی است. هر چی که خواهی می کند. برای لحظه های درکاری لازم است بورسیش داده شود. الپیرنداغن صفت های راهبری دارد. دختر باز است. نوشاکی مسکننده را دوست می دارد. در رقص برای من کار می آید. قاسم چلقن اشتراکچی فعال لایحه بحری. دختر باز و عرق نوش است. بورسیش داده شود. در مکتب حربی کارمان می آید. برش گرلین و درس و اهمیت نمی دهد. مسئولی لایحه با یک عذاب از درس ها گذرد. بورسیش نظارت کرده شود. بیدار شو. تو چی کار میکنی؟ خدا چی گم؟ خدایا چی گم؟ میبخشید همین قدر که داد زدم بیدار نشده. میگید این تویی؟ اکنون در آخریت جا شده. احمق من تو رو آرام شویدید. شما را یک جا کردم. بد کردم مگر؟ به جای آن که رحمت بگویی جنگ میکنی؟ احمق، من حتما از اینجا رها میابم. پروا نکن، با عرض سپاس و تشکر تو را خواهم کشت. این تهدیدها را بسیار شنیدم میگید. همش گپی بیهوده. اینجا میموری، اینجا دفنت میکنم. نامرد بی‌شرف. و تا از با دست تو بر این حرامزاده مردنی نیستم. مویش رو سرده.
سرده مویش رو میگویم نامرد دست افلاسات رو به اون نرسان هر کاری که خواهی با من بکن سرده ایران نامرد سرده میگویم سرده تو ضعیفی یگید کشتن تو از کشیدن موی لیلا برایم آسان‌تر است برای همینم سردارت تیکه است هرگز به کشتن من موفق نشده بود حاضر وقتی با تو بحث کردن را ندارم ساعتهای آخران را یک جا گذرانید البته برای یکدیگر نقلها دارید همین خیل نه لیلا؟ مطمئن باش که تو دیگر زنده نخواهی ماند و تاز مرگت نزدیک است بسیار میخواهم دانم که چی کار میکرده باشی یگید مطمئنم که تو سگ بر این خواهی مرد نامردی افلاس نامرد سخت درد یافته خوبم خواطر نشو مرا ببخش که با عیب من تو را به دام انداختند پروا نکن لیلا از اینجا رها میابیم و همه‌شان را خواهم کشت قسم میخورم که این پلیدان را میکشم خیلی شد که چنین خوراکی بالازد نخورده بودم لذتش عالی جناب رسومش عالی جناب نرخش هم عالی جناب من دائما به اینجا می آیم سروزیر که شدی بسیار جایها می رای و خوراکهای با مزه می چشی آقای برانی بزرگ خوراک ملت خودمان با لذت است شما خوبتر می دانید بسیار گشته اید با اشتهای تام کبوترکان در قفسند معلوماتی که به دستم رسید دادستان زکی و نجیب سردار به کافتن عزیزه و لایحه شبکه بحث سر کردند چی کار باید کنیم؟ واسطه اخبار عامه رو به امنیت روان کنیم؟ زود به ندیم زنگ زنم عزیزه را بر وقت از چشم دور کردیم از چشم دور کردید؟ خیلی مونده می شویم اما ارزش دارد برای به دست آوردن قوه 10 ساله آینده به این همه مونده شوی ها طاقت باید کرد بیا دوام دیگه علی چلیک برای زن همه کار رو میکند به خانه ها باید آورد مراد بکیر هم جنسگراییش رو میدوند چه که خواهی میکند در آینده برایم لازم میشود اسکن بایچول با وسیله زنهای روان کرده امان به سویه لازمه آوردیم برکای تو گای دخترهای دانشگاه نقشایمان را اجرا دارند در تعطیل تابستانه با دختر علاقه‌اش را قوی میکند حالا مکتوب بازی دارند این چی آوازی است؟ این بازی از کجا پیدا شد؟ بچه ها آماده است تیاریم انتظاری امر شمایت سردارم نجیب سردار التماس در چارچوبه قانون عمل کنیم به آنها امکانی ندهیم که بر ضد ما کار کنند البته آقای دادستان کارمان را در سطح عالی به انجام میرسانیم نجیب سردار باز چی میخواهی؟ اجازت کافتن را داریم دفترتان را یک کافت کب میکنیم اجازت دید بس از آخیر میمورم و اجازت نمیدهم که گذره تنها جسدم را زیر کرده میگذرید آخر بران بزرگ از چشم دور کردن عزیزه
معنای دور کردن طالب علمان لایحه شبکه بحر را دارد. نه این خیلی نیست. پس به نبودن عزیز خانم چیکار میکنیم؟ برای ما چندین سال خدمت کرده است. در یک چشمک زنی نیست کردن درست است. چی خیلی که شما میگویید این طور نیست. ما با یک تیر دو نشان میزنیم. این چه خیلی میشود؟ عزیزه را زیر نظارت میگیرند. مینی کامیره ها را گرفته با ندیم برنامه میکند. ریشداری آمده عزیزه را تیرباران میکند. همین طور کارش حل میشود. عزیز خانم عزیزه حقیقی میشود که اگر ناراضگی های جمهوریت شود ما باید اقتدار را در انتخابات ایران به دست گیریم. اما طرف مالیوی این را چه میکنیم؟ این طرف کار را به من بیمان. برای این کار صدها مرکز کشادیم، فاندها کشادیم، با پولهای آن تبادلات 10 حکومت را میکنیم. این کار را دوست داشتم. عزیز خانم التماس دشوار ایجاد نکنید. ببینید اجازت کوتکوب را داریم. همش در چارچوبه قانون. التماس اجازتی. من از این قانون چیزی رو نمیفهمم. در اینجا کاری غیر قانونی نیست. اینجا یک دفتر جمعیتی زمانوی می باشد. التماس از اینجا روید. گوش کنید عزیز خانم. به گفته‌های شما اعتراضی نداریم. در کارهایتان موفقیتمان نداریم. شما هم مانع کاری ما نشوید. مادامی که یگان کاری غیر قانونی نباشد پس چرا ناراحت می شوید؟ من ناراحت نمی شوم. روید از اینجا. تنها همین را می خواهم. شما همین سندی کوفتکوبی رو به من دهید؟ عزیز خانم دیگر هیچ کار نمی شود. اجازه دهید کارشان رو کنم. مامان دید. بچه ها با احتیاط باشید و کسی رفتار بد نکنید. گذارید. مرحمت آقای دستتون. تشکر. آن چیزی که جنایت نشان نمیدهد دست نکوبید. کامپیوتر را گیرید. اطاعت. همه چیزی که میگیرید ثبت کنید. خوب شده صدو. ارزو اکنون چیکار میکنی؟ به کس و برانی بزرگ خبر دهید. اونو حالشو مییابند. از این بلا ما رو نجات دهند. ایستید. با این کار تمام نمی شود. در اصل کار پس از پراندن عزیزه سر می شود. برای آینده شما چی نقشه دارید؟ جنازه عزیزه را یک فدای خونین می گرداند. آفرین آفرین آفرین. خب اگر بپرسید که فدای کی می شود؟ یگان شناسمون مگر. بیایید به شما نشان دهم. کی باشد؟ بیا شرط میکنیم به $1,000,000. من آنقدر پول ندارم آخیر. تو آدمی افلاس هستی. آن را یک طرف مانیم. تو خیلی پول بسیار جمع کرده ای. از آن میدهی؟ چشمان تو در پولهای من از پیک است. جنابان بحث را یک طرف گذارید. بیایید. من حل میکنم. نگران نباشید. مرو ببخش یگید. با عیب من تو را دستگیر کرده با اینجا آوردم یگید. این طور نگوی لیلا. این وظیفه من است. اگر حیات آسایشته میخواستن
باور کن در بانک کار میکردم. آقای مظهر چی خیلند؟ در اتاق احیا. احوالش خیلی وزنین است. در افغانستان دختری دارد. مسئول کمک بشردوستانه است. میدانم خبر دادیم. آیا میدانی که همش تمام شد؟ از اینجا هرگز نمیبرایم. من این را حس میکنم. صبر لیلا. هیچگاه از خداوند ناامید نشو. خواطر مباش، تا روز حالا فرصت هست. لابای ارزو خانم. سردارم، پلیس به دفتر در اومد. مجبوری همه را گفته ایستاده است. یگان کاری کرده میتوانید؟ خیلی غمگین شدم. بالا زنه چیکار کنیم؟ از بالا یگان فشار آورده میتوانید؟ شما در اون درآید. من یک دو واخوری باید انجام دهم. مرا بسیاری بد انتظار میکنید. لیلا حالت خوب است؟ خوبم یگید. اوهو که ها بودند اینجا؟ مگر فدایی همون یگیت است؟ بیا شرط رو دوام میدهیم. 2 میلیون دلار ها؟ من اونقدر پول هم ندارم. کایمینیک تو هم خیلی سخت بوده ای. نه تو بخیل هستی. این خیل نه. پیکاس با مردم ما کی میمان پرور است. این معامله زیبانده نیست. بدتر مرا خیبت میکنند. پروا نکن. آنقدر زندگی نمیکنند که غیبتمون کنند. اینها رو چخیل بکشیم، با اتاق گاز بیبریم، نزد حیوانهای وحشی میپرتاییم. مگر از تو حیوانی وحشی‌تر هست؟ رزیلی به شرف. هنر داشته باشه بیازمای. پیکاس اول زبانش را کنیم. زبانش را پخته به اشتها میخوریم. اوه من هم از تو ترسیدم. رویت را پنهان کرده ای. به قدری گفته ای گید بوده ای. از تو دیده حیوانی وحشی‌تر یافت نمی شود. به شوق ندارید. سردارم، همه کامپیوترها رو بر کردیم. رحمان، شما در بیرون انتظار شوید. من زود میآیم. اطاعت سردارم. عزیزه خانم، مرحمت. اول در همه ورقهای این ثبت امضا گذارید. بعد در شعبه زبان خط می‌نویسید. گوش کنید، چون این حرفا نیست. از این کارهای کردهتان پشیمان میشوید. اعتراضهایتان رو در امنیت گوش میکنیم. حاضر دشواری نهارید. مرحمت، شما رو با ماشین گروه میبریم. مرحمت. کامپیوترها را در حال بسنجید. از متن نظر دور نکنید. رویم آقای دوستم. رفتیم.
بله یگید، این واخوری آخرین ماست. از من هم به شما یک مصلحت. شما یکدیگر را آخرین بار میبینید. فرد ناکس! نامرد بیشرف. من به جای شما می بودم وقتی بوده را استفاده می کردم. کدامشون فدایی می شده باشد؟ باور کنید فکر شاهانه بخیلی هم آمد. به فکرم لیلا. اشاره گرفته ای؟ سردارم بران بزرگ اشاره داده اید. کلد را کار فرماهر کایا. لیلا کرته را می پوشد، دارو را می خورد، ماده ترکنده را می بندد، روزی جنازه عزیزه هم نمی کند. گله را به مزار میکشیم رفیقان، آنجا خون میپاشیم تا که ناراضگی ها پیدا شود. بیاید سری کار شویم. برنامه را در نزد شعبه آغاز کن. اما لباست را عوض کن، باز به حالت نخندم. لیکن باز تاثیرت میشد. میلش مدام که میخواهید نشان زن را آماده کن. امشب وقتی برآمدن از امنیت کار را حل کنید. میلش در وقت تماشای دلخوشی ما نرد بازی میکنیم. یگید شاید حالا دقیقه های آخرین زندگی همون باشد. آخر تو چی گفتن میخوایی؟ میدونی که من در اصل آنه نیستم که تو فکر میکنی. تو چی گفتن میخوایی لیلا؟ در خصوص تو گویا من چی فکر میکردم؟ گفتنی هم که در زیر این چهره نفری دیگری هست. یعنی ظاهرا دیگری و باطنا دیگر. آخر هممون مخبریم. این چیز را میدانیم. میفهمم، پروا نکن. من اون چیزی که تو فکر میکنی گفتنی نبودم. نباشد سخن را اینقدر دراز نکن. یگید برای من گفتنی این سخن ها آنقدر آسان نیست. میدونی چی؟ اگر دانم که عاقبت این سخنهایم چی میشوند، جوابت به من فرقی ندارد. آخر تو چی گفتن میخواهی؟ این را گیر. زن که از امنیت برآمد، کامراها که گریان باشند کار را حل کنید. در نزد امنیت، در نزد پلیس ها میکشیم. مگر پول گرفته ارزش نمیکند؟ برای پول همه کار را میکنم. کنی خودت را نشان ده. این حرفا را در اینجا نوشتم. قاعده را میدانی. دستگیر که شدی مرا نمیشناسی، فهمیدی؟ اگر دستگیر شده اقرار شوی، یگان اولادت را زنده نمیمانم. مرا فهمیدی؟ فهمیدم. پروا مکن. موافق باوری و اعتقاد دانشجویان، قوم اجدادشان و جنسیتشان را شما جدا کرده اید. چرا این را انجام داده اید؟ چون این حرف ها نیست. لیکن کامپیوترتان همه اینها را نشان میدهد. خواهد میخوانم. نه لازم نیست. ما احتیاجات های دانشجویان را به نظر گرفته همین خیل نوشته ها را موافق مقصد شماریدیم.
چه خیلی که عزیزه خانم در زبان خطشان گفتن این دام حساب می شود. معلوماتی که تو حقیقت. لیکن در آینده کارمان می آید. با دخترها شناس می کنیم. دخترهای دانشگاه را دنبالش می گذاریم. و اینها چی می گوید؟ من از شمایان می پرسم. این طلبه ها غیری جمعیتی می باشن. خواستیم درونی آدم ها در آیند و جمعیتی شوند. برای همین سردارم یک دقیقه ممکن؟ بگو نیازی. سردارم در بیرون گروهی خبرنگاران آمدند. حاجت نیست که بپرسیم که از کجا خبر یافتند. سردارم کمینی کم آمد. اکنون فهمیده شد. به سراینده توی نمی شود. آقای داستان صحنه سر می شود. رفیقان چی خیلی که قبلا گفته بودم بر مقابل ترور پلیس روبرو هستیم. تکیه با عدلیت طلبی آن را داریم که شدتی که به عزیزه اصلی یعنی عزیز خانم است نقطه گذارند و به اساس که دستگیر کردند آزادش کنند. یگید گوش میکنم لیلا. تو باید حقیقت رو دانی. خیر میگوی آن چی حقیقت است؟ گپ زن آخر. شاید بار دیگر چون این فرصت دست ندهد لیلا. مگر جای ملیکه را میدانی؟ پس از امضای زبان خط میتوانید روید عزیزه خانم. لیکن چیزهایی که از کامپیوتر برآمده است نشانه خیر ندارد. چی بوده است که نشانه خیر ندارد؟ در یک خانه بودن دختر و بچه مگر خیر نیست؟ آزادانه جوانی را گذرانند، یک جایه بپوشند و بخورند، جمعیتی شوند. در این چی بدی هست؟ گفته هایتان با من یگان ارتباط ندارد. لیکن تا آنجایی که معلوم است عملهای شما کار بی‌خطایی برای جمعیت جوانان نیست. چیست نباشد؟ چیزی که من فهمیدم هوس‌های دانشجویان را استفاده کرده جنتی ساخته آفریده اید. بعد این ضعیفی آنها را استفاده کرده برای هر یک کدامش پرونده آماده میکنید و تهدید میکنید. عزیزه خانم از این کار آزاد شدنتان خیلی دشوار است. خیر نجیب سردار، با اجازت شما ما رویم در سود حساب کتاب میکنیم. رفتیم. یگان شرح بیان میکنید؟ ایستو تو کیستی حجتت رو نشون ده. من روزنامه نگارم. مرحمت. ببینید رفیقان، امنیت یک بار دیگر خطایی کردهش را درک کرد و یکی از پیشروان را، نور زندگی زمانوی را، عزیزه حقیقی کشور عزیز خانم را مجبور شد که آزاد کنند. مرحمت سوالهایتان را با آن کس دهید. خانم مراتبه دیوم است که تحت شبهه قرار دارید. گفتنیه دارید؟ نه رفیقا، دشمنهایمون را شاد نمیگردانیم. ترور پلیس آنچه که بر من میکند به ملت ترک زمانوی کرده است. در انسان زمانوی، جمعیت زمانوی، یگان پیشرویم را از دست ندادم. کاری زیادی هست. بر مجادله دوام. گیرید این دختر را برید. مانید دختر را دست نرسانید. چیکار میکنید شما نامردهای بی حیا؟ با او دست نرسانید. سر دهید دختر را، سر دهید نامردها، سر دهید بگویم دختر را.
رها کنه دارم پریدون رها کنه بگویم دستی ایزات آدم دیرم از دختر یگید سر جهت نوکس ها یگید سر جهت بگویم یگید مرا رامی ها یگید سر دهد شد با من 2 ثانیه وقت دهد با یگید یک سخن میگویم 2 ثانیه بله تنها 2 ثانیه به این هم از دستت نجات نمییابم بیوان تا آخران خواهشم رو بکنم اجازت ده تا یک سیرم رو به او بگویم خب مایلش زودتر باش چیزی که میگویی بگو و میروی فشارها ما را نمی هراسانند از زندگی زمانوی و بنیاد دولتی حقوقی بر نمی گردم اجازت نمی دهم که این متخصصان عصر میانگی دولت را به عقب می برند ما چون تماشابین نمی ایستیم کشور را با قوه های عقیب رفته نمی دهیم دستاوردها را این 3-4 عقیب رفته معاف نمی کند عزیز خانم با شما چی شد؟ عزیز خانم چشم بسته خانم بیاد با اصیار دوری کنه با بسته با شما چی شد؟ عزیز خانم درو کشوی با شما چی شد؟ یاری تجلی یاری تجلی خواهش میکنم چشم دارو کشوی زودتر باشه دخه چی استاده چی نگاه کرده استاده زودتر باشه یاری تجلی را جیر زنید خواهش میکنم از این طرف گذارید رفیقا از شما خواهش دارم یاری تجلی را جیر زنید عزیز خانم نمیرد از برای خدا عزیز خانم چشمت را کشایید التماس بنوار گرفتی همه این حدیثه ها رو بنوار گرفتی عزیز خانم یک طرفی بنوار گرفتی میرویم یگید سر دهد مرا یگید من نمیخواستم که چنین شود مرا ببخش یگید مرا ببخش یگید یگید